وقتی تاچش میکنه اون مرحله معرفی هست دیگه. آره این مرحله ها رفتی. این معرفی رو که به قول خودت رفتی اینو میریم جلو. بعد یواش یواش میشه این که سطح دندوناشو بیشتر لمس کنیم. یعنی آره الان ما خودمون تو های مرحله براش میکنیم. بعد یه دونه بگیرن که یعنی براشون راحت بشه که سگی که میاد پیششون دست به صورتش زدن حساسیت نداشته باشه. آفرین یه ذره باید بازش کنیم. آفرین باریکلا. آفرین آروم از این بغل خیلی یواش، فقط در حد لمسه. یه تیکه تیکه تشویقی میدیم لمس میکنیم که این لمسش میکنه. آروم آروم. من هی زمان تشویق دادنم آروم آروم داره میرم بالا باز میگیره، ولی این که اجازه میده این تو دهنش بچرخه. میبینی نکن، میبینی قشنگ داره میچرخه تو دهنش، براش میشه. یعنی چی؟ یعنی که من اصلا از این متنفر نیستم، حس خوبی دارم. اگه نه اصلا قفل میکرد، پانچ میکرد، نمیذاش که چیز کنیم. الان داریم بازی میکنیم عملا، چون عملا از بازی شروع میشه دیگه که بتونیم نکن. الان قشنگ دارم نکن براش میکنم. میبینی؟ از مزایای مسواک زدن همه ما آگاهیم. برای همین خیلی مهمه که به سگمون یاد بدیم تا اجازه بده که مسواکش بزنیم. توی پست قبلی اینکه چجوری اول با مسواک آشنا شدم گذاشته بودم.